سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با هم دیگه بریم دارک وب. خب دارک وب چی هست کلا؟ دارک وب یه فضای تاریکی در اینترنته، اسمش معلومه دیگه، دارک وب. حالا چی هست؟ کلا چیزای غیر قانونی اون توه دیگه. حالا شما از مواد بگیرید تا هک و آدم کشی و آدم ربایی و نمیدونم رد روم که حالا بهتون توضیح میدم در ادامه، و خیلی چیزهای دیگه که تو اینترنت معمولی نیست. یعنی شما هر چه تو ریسرچ بکنید نمیاد. حالا پیش نیازهای این کار چیه؟ فیلتر شکن که یه فیلتر شکن رایگان دارم اگه فردا صبح نمیم بالا سرم. مرورگر تور براوزر اگه اشتباه نکنم درست بگم، و میرید تو سرچ کنید داک داک گو و میاد دیگه، موتور جستجوی داک داک گو. خب اینجا سرچ کردیم دارک وب لینکس، با این سایت روبرو شدید. ببینید کلا لینک های دارک وب رو میاره. خب این خودش هم darkweblinks.com چیزش، آدرس سایتش. حالا الان ببینید مثلا هایدن ویکی، کلا همون ویکی‌پدیای تاریخ، این ویکی‌پدیای مخفی، ماتریکس، نمیدونم چجوری هم ماتریکس خارج بشیم و چیزای چرت و پرتن. مثلا پیپل بازار، ببین چی، نمیدونم هایدن ولت، مثلا ایناش $12 امریکن اکسپرس 300، اینا نمیدونم چیه حقیقت. مثلا یکی هم واسه بیاد ببینیم چیه، هایدن ولت. آها، ولت مخفی براتون میسازه. خب چه کاری؟ مثلا چرا باید ولت مخفی داشته باشیم؟ خب معلوم کلاهبرداریه دیگه، شما هر چی بریدید میخوره. بله خب ببینیم چند تا لینک خوب این تو باز کنیم. مثلا ACC مارکت، ببینیم چیه، دارک وب هکرز، UK پاسپورت، سیتیزنشیپ آمریکا. این داکیومنت، این قسمت تاره چیزه در مورد مواد میگه بذارم غیر قانونی کاملا بسته میشه تا اونجایی که من میدونم. The End نمیدونم چیه، بدون اینا هم باز کنم. حالا خب پرایوسی سرویس که نمیدونم چیه، اینم نفهمیدم چیه حقیقت. من قبلا رفتم ایمیل پرووایدرز، نفهمیدم چیه. بلاگم که بلاگ دیگه، هکم که هیچی الکیه. اوپن سورس سافتویر نمیدونم، اینم که اوترز دیگه، نمیدونم سایت خود CIA. و اینم فیسبوک دارک وب، یعنی شما یک اکانت فیسبوک دارک وب میزنید، چیزای به درد نخور توش. خب حالا اولین سایت اکانت شاپه. نگاه کنید شما پول میدید مثلا $150، اینجا قیمتش هم زده، $150 میدید، بیت کوینش هم زده، میتونید با بیت کوین هم پرداخت کنید که البته بگم فقط با بیت کوین میشه پرداخت کرد. $150 10 تا اکانت با 250 الی $500 بالانس بهتون میده. یعنی شما پول دارید میدید، اکانت هکی پیپل میخرید. حالا دیگه پولشوییش و اینا دیگه با خودتونه دیگه، حالا هر کاری میخواید بکنید. ایبی و نمیدونم بانک آف امریکا و اینا رو میده. خب این چیه؟ دارک وب هکر. اینم یه شخصی به اسم ولادیمیر پوتین، خب چیز میکنه، هک برات، کار هک برات انجام میشه. شما پول میدید در ازاش هک میکنه، حالا هر چی که بخواید. اینا کنترل گوشی شخصی میتونید چی کنید. فیسبوک و توییتر رو هک میکنه، سوشال مدیاها فول پکیج، نمیدونم دیداس سایت ها رو کار میندازه، دوباره دیداس، اودر سرویس، نمیدونم یک ماه هر روز 8 ساعت براتون کار کنه، $9500 تعرفه هاش اینجا نوشته. حالا یکی هکر دیگه ای هم هست اسمش جورج آدم خطرناکیه، کلا میزنه زندگی طرف نابودی با $1700.
اینا آره دیگه هکرن دیگه. این توضیحاتی که اینجا نوشته و یونایتد کینگدام پاسپورت یعنی چی؟ یعنی پاسپورت بریتانیا. حالا بریتانیا یا انگلیس نمیدونم. خب میفروشه دیگه پاسپورتشو، میگه که 50%شو قبل از کار میگیره، کار بدون تبدیل به 50%ش بعدش، که 5% اولیه بگیر بلاک میشن. آره بانک اکانت هم بهتون میسازه، سیتیزنشیپ آمریکا بهتون میده. یعنی شما شهروند آمریکایی میکنه. حالا نمیدونم چه جوری تو سیستم میخواد وارد کنه و چجوری به سوشال نامبر بده، اونشو دیگه نمیدونم. 1000 تا 4000 دلار 4000 دلار میگیره اگه اشتباه نکنم. 25% رو میگیره که کار بهتون تحویل بده. بانک اکانت هم بهتون درست میکنه. این هم که سایتش نیومد. خب این هم مواد مخدر است، هیچی نداره، فقط گله و گل، خیلی گله. اون وقت کپی رایت که برای سال 2012 تا 2019 نمیشه کپی رایت، یعنی سال 2019 سایتش بسته شده. این هم نیومد. بعضیش اینطوریه دیگه. اینم که هیدن ویکیه. آره دیگه شما برید تو این وبسایته که البته اصلا پیشنهاد نمی‌کنم برید، با همچین چیزی به دردخوری هم گیر نمیاد. خب حالا ما میخوایم بریم کجا؟ رد روم. اگه بتونیم رد روم گیر بیاریم. رد روم چیه؟ رد واسه یه او کمتر هست. رد روم جاییه که یه شخصی میاد یه شخص دیگر، حالا یه شخص یا یه گروه میگیره میبره اونجا توی اتاق قرمزیه. اون وقت چند نفر میان اونجا پول میدن که بتونن وارد شن. 1 بیت کوین، حالا 2 بیت کوین، 10 بیت کوین. بعد اون وقت هر کی که بیشتر پول بده میتونه بگه با اون بدبختی که گروگان گرفتن چیکار بکنه. یکی میگه آقا جون بزن رودشو پاره کن، یکی میگه نمیدونم در رودشی در بیار، یکی میگه گردنشو بزن، یکی میگه صورتشو جر بده، پوست بدنشو بکن. کلا چیز کثافتیه، اصلا سمتش نرید. حالا تو با هم میخوره، اصلا یه حس بدی بهتون، دیدنش فقط حس بدی بهتون درد میده. خب بچه‌ها من رفتم گشتم واسه برنامه‌تون رد روم. هرچی گشتم یه رد روم پیدا نکردم و رفتم یه دونه سایت گیر آوردم که این توضیحاتش و اینا رو داشت توش. اینجا نوشته که شما میتونید توی هیدن ویکی که اینا هاشش اینه یه دونه رد روم دسترسی پیدا کنید به رد روم که من هرچی گشتم پیدا نکردم. نوشته که متد پرداختشون هم بیت کوینه بدون بانک ها رو حذف میکنن. همین نوشته که مثلا یه رد روم رو نوشته که انقدر روز دیگه شروع میشه، مونده میتونید جوین بدید یا خارج بشید. لیو جوین اور لیو. ببینم ایمیجش باز نمیشه. سیدم تبار بندم. صدا چرا قد بود؟ بچه اینترنت ایران که خودتون خبر دارید دیگه دفعه قد میشه. آره دیگه میتونید جوین بشید و حالا براتون میاره. مثلا نوشته که 1 بیت کوین میدید میتونید وارد بشید، 10 بیت کوین بدید میتونید گرند مستر بشید. نوشته دیگه حالا نوشته 1 بیت کوین بدید میتونید وارد بشید، 10 بیت کوین بدید میتونید گرند مستر بشید. حالا نمیدونم تفاوتش چیه ولی شما میگید اونا یه بلایی سرمون بنده خدا میاره. آره دیگه اینو از این ویدیو اگه از این نوع ویدیوها خوشتون میاد بگید بازم براتون بذارم. دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و مثل همیشه تا درودی دیگر بدرود.